ای کفن پیچم مرا بهری خدا بگشای روی، خم شوند در گوش من از حال فرزندان گوی. وا در غام روم از خانه و حولی جدا، حسرت دارم نمی گویم بجوز پیش خدا. من ببینم روی خویش و اقربا باری دیگر، تا به روزی حشر گردیدم جدا از مال و زر. از سری من جمله ماند و در حساب افتاده ام، میخورم افسوس در غامم چه کار کرده ام. بهر واریسان نمودم جمع مال و سیم و زر، یک عمر آواره گشتم بهر اسب و گاو و خر. توشه همراه نکردم دستگیری من شود، تا قیامت همراهم باشد سریری من شود. ای مرا خویش و تبار شاهد حالی من شوید، یک دم بهر زیارت بر مزاری من روید. آرزو بسیار بود اما اجل کردم جدا، ای مرا خویش و تبار سازد ادا امری خدا. هر کی امری حق ادا سازد در این داری فنا، می شود از حق نصیبش جنتی دارالبقا. یا الها جمله مؤمن را رسانند در بهشت، هم کسی را که برای حق چنین نامه نوشت. ای غسال بردار سرم تا دوستانم بنگرم آنها که امروز جمع گشتند بر سرم. مردمان آمدند نزدیک این بام درم، من نبینم جملگی آنها ببینن پیکرم. تا مرا از جان جدا بینن به تخت سرم، شاید آن ساعت یکی فرزند گوید پدرم. ای پدر از ما جدا گشتی و ما با چشم تر، سایبانی اهل خانه می روی بیرون ز سر. میکنی با ما وداع و می روی اندر سفر، صد در غام رود تا تاج دولت هم ز سر. اهل خویش و اقربا گویم ز ما رفت سروره، در میان جمع ما بود مردی نیک و اختره. امروز که آنچه که پروردگار الهام کرد نوشتم، اما را انشاءالله میخوانم. بعد از آن در بیان وصف زیبای استادی زرین قلم و استادی خامه و قلم، حضرت مقسوم استاد بزرگوار، کم که باشد پیشکش شما کنم، چون که آنچه که از قلب می براید انشاءالله امیدوار هستیم که در قلب می براید. ای مومنان، ای مومنان، واریث پیغمبر گذشت. ای مومنان، ای مومنان، واریث پیغمبر گذشت. ای طالبان، ای طالبان، زرین قلم رهبر گذشت.
ای طالبان ای طالبان زرین قلم رهبر گذشت. ای سالکان قرآن نویس سرور گذشت. ای سالکان قرآن نویس سرور گذشت. ای عاشقان استاد ما از سر گذشت. ای عاشقان استاد ما از سر گذشت. یک عمر استادی نمود بر طالبان از علم خود. یک عمر استادی نمود بر طالبان از علم خود. شاعری زنجیر بند نویس با خط زیبا درگذشت. شاعری زنجیر بند نویس با خط زیبا درگذشت. در کنج خلوت سالها بنویس کتاب بسیارها. در کنج خلوت سالها بنویس کتاب بسیارها. با علم دانش و هنر بهتر ز سیم و زر گذشت. با علم و دانش و هنر بهتر ز سیم و زر گذشت. لهجه شیرین و سخن خوش لهجه و شیرین سخن ناصح به هر صاحب وطن. خوش لهجه و شیرین سخن ناصح به هر صاحب وطن. افسوس او از این چمن چون بلبل آسان‌تر گذشت. افسوس او از این چمن چون بلبل آسان‌تر گذشت. بحری عدالت می نوشت از بر امن و دوستی. این استادی خوشنویس با روی تور انور گذشت. این استادی خوشنویس با روی تور انور گذشت. اکنون برادران عزیز آنچه که مرثیه که در حق حضرت خوانده می شود انشاءالله باز از مرثیه‌های خودشان هم انشاءالله. نور چراغی دیده این خاندان از خانه رفت. نور چراغی دیده این خاندان از خانه رفت. از بین اقوام بزرگ افسوس این دردانه رفت. از بین اقوام بزرگ افسوس این دردانه رفت. خدا کرد ترک این دارالفنا دارالبقا روزانه رفت. در زیر خاک آرامگاه او کرد غروب مانند ماه. میکرد به اولادش نگاه راضی به حق مردانه رفت. میکرد به اولادش نگاه راضی به حق مردانه رفت. مردان و شیرانی جهان کی از اجل یابند امان. مردان و شیرانی جهان کی از اجل یابند امان. رفتن همه پیغمبران هم مصطفی فرزانه رفت. رفتن همه
پیغمبران هم مصطفی فرزانه رفت. ابن شریف بود و جدش مرثیه شراخان، این مرد سخاوت خانه رفت. دستی سخاوت پیش داشت، در هر عمل اندیشه داشت، انصاف بدیلش ریشه داشت، افسوس که چون پروانه رفت. حاجت برای خلق بود، مردم از او داشتند سود، پیر و یتیم را کرد جود، غمخواری هر بیگانه رفت. در 2007 سال میلادی کرد سفر، غم ریخت اندر دوستان، اما خودش شادانه رفت. بودش وطن ختلان زمین، ناحیه‌ای سویت یقین، جایی تولدش ببین، در عمری 80 سال رفت. هست این جهان مانند بحر، این عمر ما همچون حباب، یک دم نشین در لب آب، صدها حباب طفلان رفت. مرثیه بینش این چنین، فرموده ای ما را ببین، قاری این پولاد خان، صدها در این زینخانه رفت. قاری این پولاد خان، صدها در زینخانه رفت. در اینجا صحبت را خاتمه میدهیم و همچنانه که میبینیم که حضرت ایشان سید جان با همراه حضرت ایشان مهتدی خوجه آمده استاده‌اند. این پرزاده ها و کالانزاده ها که می آیند نوبت سخن را به این بزرگان و به این پرزادگان میتیم و از خدای عزیز مهربان طلب اون دارم که سایه این بزرگان دایم در بالای سر ما باشه و از دعایشان ما را محروم نسازند. خدای عزیز مهربان تنجی و امانی، خوشی و خرسندی را در حیاتشان نصیب کرده باشه. این حضرت ایشان آمدن، حضرت ایشان سید جان همراه حضرت ایشان مهتدی خوجه آمدن. نوبت سخن را به این بزرگان میدهیم و سخن این بزرگها همه شما را خواهش و طلب اون میکنیم که چیز استفاده کنه که سبب خوشبختی دنیای ما و شما و سبب خوشبختی آخرت ما و شما بگردد. نوبت سخن به این بزرگان داده می شود. همینجا حضرت های جبیه که اینجا نمیرسد، تفسیر میکرفون نمیرسد. همینجا حضرت میکرفون اینجا نمیرسد، همینجا به تفسیر که میکرفون نمیرسد. یک تکسری بیاره باشه، یک تکسری بیاره اونجا بوده، یک تکسری بیاره اسمش نیست هستم کامera کنیاسم. این برادران عزیز حضرت ها آمدن نوبت. یک کرسی بکوه بیاره بچه ها، همون تا یک کرسی بیاره بچه های عدلوات که اینجا بگی یک کرسی بگی بیاره تیز بود. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعه مسلمین، میهمانان عزتمند، حضرت حق سبحانه و تعالی در کلام مجیدش میفرماید استعیذ بالله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظیم. هر نفس و روحی که به عالم می آید چشنده شربتی مرگ است. برادران، امروز استاد
داملا پولادخان پیر کاربان استاد خطاطی جمهوری تاجیکستان در سن 84 سالگی از دار فنا به دار بقا رحلت نموده بوده است. دعا کنیم که پروردگار را عاقبت کارش به خیر بیارد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. خدا مغفرتش کند. برادران، هیچ کس در دنیا به مقصد اصلی خود میرسیدگی نیست که رفته باشد. یا پیر یا جوان یا عالم یا عوام، هر کس به وقتی خودش میرود. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره حق الله حق العبد بسیار تاکیدها کردند. حق الله مثل نماز، روزه، حج، زکات و سایر عبادات اسلامی. اگر از همین بنده به حقوق پیوسته باشد خوب، وگرنه پروردگار عالم در سایه رحمت خودش گیرد. حق العبد کسی رو رنجاریدن یا درباره بیع و شرا در در همسایه‌داری داد و گرفت کردن. اگر همان بنده نبخشد خدا هم نمیبخشیده است. از همین ریاض بابای مقصری فولادخان استاد سالهای طولانی ما از جوانی ها زیاده از 40 سال پیش 45 سال پیش میشناسیم که فقط کارش گذشتگان امروزه را به مقایسه کرده فقط تاریخ مینویسد. سرگذشت گذشتگان ما و شما را مینویسد. کجای یک عالم و یک پیرزاده و یک استاد و یک شاگردی با مهارت و یک مدرسی بزرگ، یک شیخ و اشانهای بزرگمانه خدمتی شایسته که میکردن فقط بنوکی قلم پاسی خاطری همه گذشتگان ما و شما را زنده میگردانید. از همین یاد من از نام همه شما به این خاندانی مصیبت زدگان و فرزندای ارجمندش عرضی تسلیت داریم. خداوند بابامونه طریقی رحمت شایسته جنت گرداند. سوال منکر و نکیرش آسان گرداند. فردای قیامت پیغمبر خدا شفاعتش کند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار و عذاب القبر و عذاب اليوم القیامة و احشرنا مع المتقین و الابرار. البته مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. حافظ بزرگ در این مصرع بسیار پیشنهاد خوب کرده است که ای مردمان، ما در کدام وادی که شنیدیم که زنگ اجل آمد، بابای اشان مرد یا بابای شیخ مرد یا استا مرد یا وزیر مرد یا رئیس مرد یا دهقان مرد، زنگ اجل به گوش همه ما و شما برسد. البته واقف نمانیم که تیاری ما نبینیم. علاج واقعا قبل از وقوع باید در کلام شرایطی که نباشیم کمر همت ما بندیم، در خیر ما بکشاییم و فقیر بیچارگان و مردمی کم بیزاعت و مردمی آدمای بزرگان و فقیر بیچارگان دست یاری دراز کرده مردمانه کمال این است که از خود باشی آگاه، چه در مجلس، چه در خدمت، چه در راه. بگذار در کدام وظیفه که نباشیم، در کدام موضعی که نباشیم، باید خدا ترس و پرهیزگار باشیم که مردمانه با راه نیک هدایت کنیم. وقتی آمده است که خیلی که میگویند در یک جوانمرد چیز هنر کم است، این برادرها یک جایی چیده کمر همت اونا بندیم، در خیر اونا بکشاییم
امسال سال 2015 سال آینده اعلام شد در جمهوری بانک واجبات نفقه اهل عیال برای همین ما مسلمانان هم فرض است هم واجب است هم سنت. با کمال احترام شما را دعوت میکنم که یک جای کنتم راعی و کنتم مسئولون همین رعیه همین پیروی اهل سنت و جماعت داشته باشیم. مردمانه خود را در یک جوانان چیز هنر کرد است. البته از علم و نور رو بودن مسئول شما این نور است مانندی هر کسی این ما و شما حاضر سخن کرده سالم و پیش هر کس میرسد. البته خواندن در کن خواندن در کن پرسیدن در کن مردمان را علم شریعت و طریقت و حقیقت پرهیزگار بودن در کن خلاترس بودن در کن و تندوست بودن در کن که حب الوطنی این ایمانی دوستی وطن محافظتی وطن از جمله ایمان است. و آخری اسلام کسی که وطن خود شد دوست بدارد محافظت بکند انشاءالله بنده خدا امت رسول الله است. ایمانان محترم خوش آمدید. در کلام سرزمین اکیله باشید در کلام وادی تاجیکستان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هر کی اندر وقت مردن سخت پشیمان می شود چون که می داند که در غربت مهمان می شود. هر چه کرده است در جهان نیک و بدی آن می شود. نیک به جنت می رود فاسق حیران می شود. جمله اندر وقت جان کندن نمایان می شود. ای خدایا حال ما را بینگر و آسان کن اندر آن ساعت که جان آید به لب خندان کن. طاعتم را کن قبول شایسته جنان کن. هست گناهم به شمار یا رب به من احسان کن. توبه ام را کن قبول و دیدم گریان کن. اندر آن ساعت که آیند دوستان بر بیسترم من به جان دادن گرفتار میبینن چشمی ترم. جمع آیند وقت جان کندن همه پیشی درم. وارثان به سایبان گردن بگرید دخترم. می رود بر آسمان افغان تلخی دارم. چون مرا در تخت مانند و بریزن آبی جوش قطع گردد بعد از آن بر من خماری اکل و نوش. دست و پایم را غسال گیرد برارم من خروش
تن هم از ارداب و دل بریان و در سر نسوش، از سخن گفتن زبانم در دهان کرده خموش. چوب تابوتم به کتف یک گروه از مردمان، روح من با گیره می سازد نگاه از آسمان. جمله اولادان من از خلف تابوت در فغان، این تنی به جان را آخر به خاک سازند نهان. بعد از آن در گور من پیدا شوند پرسندگان. مشکل آید در آنجا بنده را دادن جواب، می شود آسان جواب باشد تو را بسیار ثواب. طاعتی بسیار داری چون عروس گردی به خواب، راحتی جنت بیا بر راح تن گردد تراب. راحتی جنت بیا بر روح تن گردد تراب. ور نداری طاعت تا حشر مانی در عذاب. بهر مردن آمدی ای ابن قاری هوش دار، اندر این مزرع بکن تخم کیش و کار. اندر این مزرع بکن تخم کیش و کار. هر که اجری خود بگیرد اندر آن روزی شمار، و در عقاب بنده گمراه است و حق آمرزگار. هر کی را باشد امید محروم نیست از کردگار. هر کی را باشد امید محروم نیست از کردگار. بیامد بر سرم وهمی قیامت ای مسلمانون، بریخت و باز دو چشمانم ندامت ای مسلمانون. ز ترسی مرگ می نالم که می گیرد گریبانم، که رفت عمرم به عصیان و شب و روز از پینانم. شدم آواره دنیا نکردم توشه همراه، چه گویم من در آن دنیا به نزد خالق یکتا. فتادم در سرم گردون تنم رنجور دلم پرخون، رسید چند گولی عزراییل ز ترسی او شدم مجنون. مداری چشم وا کردن ندارم ای مسلمانان، که بینم یک دم روی شما و جمله فرزندان. بیامد نوبتی روزی جدایی از در و بامم، خلایق آمده بهری وداع بگرفتن نومم. ز چنگالی اجل افسوس خلاصی نیست دیگر مورو، وداعی میکنم آخر همه خویش و تباران رو. وداع دوستان مورو اجل سازد جدا امروز، ز بام و خانه و خویش و تبار و مردمی دلسوز. ز خویش و اقربای و قوم خود ما را جدا سازد، ز سختی اجل جان در بدن ای دوست بگذارد.
دریغ و قوری و حالت چی میگردد نمیدونی نظر کن در نصیحت هو یا پیغمبر اگر دونی دریغ و قوری و حالت چی میگردد نمیدونی نظر کن در نصیحت هوی پیغمبر اگر دونی در این جوگیر یکون تو به چشمت قرب و گردد برای ظلمتی تنهایی گورت دو گردد بمیر ای دوست پیش از مرگ که نزدی مرگ شود اوسان تو را جان دادن و رفتن از این دوری فن و خندان تو را جان دادن و رفتن از این دوری فن و خندان دو عاشق می شوند از هم جدا جان و تنت ای دوست شوی از هم جدا تو از زن و از تو زنت ای دوست شود از تو جدا فرزند و گوید الوداع بابا برفتی تاج سر ای پشتیبان و قوتی دلها در آن کنجی لحد تنها بمانی سالهای دوست نگوید جز تو را دوستت کجا رفت و فلانی کست برای سختی روزی اخیر هر دم ندامت کن زگیریش گریزان شو بزن عرق قیامت کن بجز صوم و صلات و نیکی ها نبود تو را اونجا رفیق و مهربان و دستگیر در عالم قبا بکن تو خدمتی حق را که حق بر تو کند آسان زبانت ذکری حق گوید به وقتی رفتن از تو جان در این عالم همه میهمان مرگی خویش و تن باشند زمین گیر و کفن پوشی شعاری مرد و زن باشند نماند اندر این عالم بجز ذات احد قوری زی حق خواهی به خود عفو ز پیغمبر طلب یوری نماند اندر این عالم بجز ذات احد قوری زی حق خواهی به خود عفو ز پیغمبر طلب یوری باشد در آرام شما دیگر نمیگویی قدر کردی فراموشم اگر دیگر نمیگویی قدر کردی فراموشم اگر دارم امید شما قرآن بخوانه بعد الرحمن دارم امید شما قرآن بخوانه در ما از در خالی پسر رحمت طلب کن از خدا از در خالی پسر رحمت طلب کن از خدا
اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا بالصلاة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جناب رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر وقتا که فرزند آدم بمیرد دیوان اعمالش پوشیده می‌شود، در دست راست در دست چپ دو فرشته بزرگوار هست کرامان کاتبین نام دارند، یعنی فرشتگان گرامی قدر بسیار بزرگوار. یعلمون ما تفعلون، آنها میدانند هر چی که شما انجام میدید. هر چی اما همون نامه الاعمال نامه نوشتن میگیرن، نیکی بدی بنده را نوشتن میگیرن. وقتی که همون زمانی که از دنیا رفت پوشیده میشود، تمام دیگر نه ثواب نه عقاب الا من ثلاث، مگر از سه نفر انسان دیوان اعمالش بعد از دفاع کردن و در پوشیدنش دیوان اعمالش کشاده است، نوشتن میگیرن. چیست؟ یک صدقه جاریه، کسی که در دنیا صدقه جاریه را انجام داد، یعنی صدقه را جاری کرد. صدقه دو نوع، صدقه است که میدهی و خلاص، صدقه از او دائم مانند جوی آب جاری است، روان است، همون صدقه باقی میماند. آن چیز درخت را که شینند، درخت میوه‌دار را شینند یا به میوه‌بخش درخت شینند، تا وقتی که آن درخت هست ثواب در دیوان اعمالش رقم می‌خورد. قرآن را به میراث گذاشت. او علم ينتفع به، یا اینکه به مانند ایشان معصوم چیکار کرد؟ علم خوند، علم آموخت، شاگرد تربیت، شاگرد پیدا کرد، کتاب نوشت، کتاب باقی ماند، شاگرد پیدا کرد، شاگردا را باقی ماند، پند نصایح را مردم گفت و رفت. علمی را که مردم فایده بردن از علم. صدها هزار عالم گذشته است، این نام نشانشان نیست، نه خودشان گفته توانستند، نه یک کسی گفته توانستند، نه اینکه کتاب را نوشتند بخواب. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق و ذکر خدا، این نمیرد. ثبت است در جریده عالم دوام ما، در قرآن دوام ما نوشته شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. کسی کاری نیکو کرد ضایع نمیشه. اولا صالح یکولد، یا فرزند صالح را تربیت کرد یا عامیت، این همه رقمی خواه عامیت خواه عالم است، فرزند صالح تربیت، نمازخوان پاکدامن، پنج نمازخوان محنت حلال میکند، نماز در وقت میخواند، محنت حلال میکند، یا دهقان میکند، یا کشاورزی میکند، یا تجارت میکند، محنت حلال میکند، نمازهاش در وقت میخواند. همین انسان مرد از دنیا رفت، همین فرزند صالح که ازش باقی مانده است تا وقتی که نماز میخواند نبیره و نبیره اولاد به اولادش ثوابش در آن پدر رفتن میگیرد، دیوان اعمالش پوشیده نیست. هر آن کو نماند پس از وی به جای، نمرد آن که ماند پس از وی به جای، خل و مسجد و خان و مهمان سرای. نمرد آن کسی ماند پس از وی به جای، خل و مسجد و چاه و مهمان سرای. نمرد آن که ماند پس از وی به جای، خل و خط و مهمان سرای. این آخر مقصود مثلا خط ایباقی نوشتگی در بالا ببینید، نهمان بالا نوشتگی هم دستان مبارک حضرت معصوم از هر کسانی که احترام ایشان معصوم را و جا آوردن و برای تشریع جنازه این مرد بزرگ آمدن، چه از کارگر دولتی باشد، چه از ناظران راه باشد، چه از مسلمان ها و انسان هایی که به این حضرت ایشان معصوم محبت داشتند و آمدن،
خدای عزیز و مهربان اجر پاداش زیاد نصیب شما کنند. خداوند به فضل کرمی خودش در این مصیبت که اجر بی پایان برای ما از در صبر کردن، خدای عزیز مهربان اون اجر پاداش بزرگ برای ما و شما نصیب کند. برادران عزیز، حدیثی که قبلا اشاره کردن که انسان از دنیا رحلت میکنه و به نزد خدای عزیز مهربان وقتی که حاضر میشود نامه اعمالش بسته میشود مگر از بندگانی که در این دنیا یک چیز برای ملت، برای خاک سرزمین، برای این کشور ماندند و میروند، یا از نصیحت، یا از علم با تقوا، یا از گفته‌های خوب، یا از خدمت‌های درست. حضرت ایشان معصوم از جمله شخصیت‌هایی بود که هم به شعر و اشعار برای خدمت وطن، برای خدمت خاک سرزمین کمر همت می‌بندیم و خدمت می‌کنیم. این وظیفه ما و شما برادران عزیز باقی مانده است. حضرت ایشان معصوم از جمله علمای شاعر بود که حضرت هم علم داشتند هم اشعار شاعری داشتند. از طرف مسئولین خصوصا حضرت ایشان سیجان آمدن در این خواهش کردن از مسئولین که برای از نوشتجات حضرت ایشان چیزی گفته شود و مردم از نوشتجات حضرت ایشان چیزی استفاده کنند. اینجا حضرت دامدا اسرارالدین یکی از دانشمندها و علمای ملت تاجیک، یکی از خطیبها و سرخطیبها هستند، در اینجا هستند. نقطه در اینجا خاتمه میبخشیم و از هر یک کدام شما منتدار هستیم. خدای عزیز مهربان اجر پاداش بزرگ برای شما بودی که برای احترام ایشان معصوم، برای احترام چنین شخصیت ها آمده شما نماز جنازه و تشییع جنازه این حضرت آمده. از همه شما منتدار هستم. خداوند در بدن این خدمت ها و قدم هاتون اجر بی پایانتون نصیب کنه. این که نوبت به ایشان که داما میتیم از اشعار حضرت چیزی صحبت میکنن. فرمایید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم برادران عزیز و گرامی قدر، در این جشن سوگواری و مصیبتی اشکباری جوان الله اکبر کنم ایدن جوان بشنویده
نیستم. همه میتونی چه خدا بیا بیا. شامل برادران عزیز تشکر زیاد که احترام کرده شان مخصوم را در نماز جنازه شامل خدای عزیز مهربان همتان نگهبان باشد. تشکر زیاد از آمدن از خانوات و آرزوها برادران برای که اهدای علم هستند یک پیغام انزا و عدم پیغام خلط به اهدای علم نرسه آهسته انشاءالله وقت زیاد است و همه آهسته به هر جایی که عزم داریم میرسیم شامل برادران عزیز همتون خوش آمدید. همه برادران خوش آمده. خدای عزیز مهربان پرداشت بهتر و خوبتر نصیب کنند. نماز جنازه را ساز خدای عزیز خوش آمده برادران. فقط آرام برادران عزیز انشاءالله احوال بکنه انشاءالله آرامی خوب را انشاءالله اسباب بدهیم و عدالت الله و شما احوال علم عزت و سربلندی انشاءالله.
بیا این اینجا بیا اینجا ببرک ها اینجا چوه نه تاب نه نه بیا برای چی میگیره بیا اینجا چی چیه نه که من بینا بیا 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 بچو برای چی برای کچیم زده شام گیره بیا چیکار منه دیگه بر دل دوست نمیگم اونجا بردم من بگا بر برای چی بیا برای کی من نکام چی بیا İbrahim Zabul'a küçük kardeş bu. İltimas hani gel peşine yani. Kimi yakınsa. Kalon biore, kalon. Açık dört tane açık. Kalon biore bak. Ne yok. بسیار بکنه چی در کنه اینجا شده نه خفاده بسته فکر نده نه بچه ها خودسته بخواه صفحه بچه هو اشکنه نوبات خفی کاف بخواه بارشوشه بچه همین تو چی بگ خفوب کشه میره خفوب کشه هولم بچه ها خفوب کشه خفوب کشه ما بچه بکش خفوب شده تو در کجا اخی تلاتن شد میشه چی ما بگید
بیا منش بیا میبندیمش فرقش بیا ملو یا بلد تیم چکار کردم مربع همین جا داشتم رو بچه نه بچه پیش نبید آدما به کار اینو خفا بسته همون حسابی کار آتم تبرور تمام این چیایی؟ چین چورو اندازرونش میمونی؟ پیش حضرت رو بچه ها پیش حضرت رو آوی کنه خفا بسته بچه ها جون خفا بگذاره بیا سلامتی نخوری بچه بروی اگنی بره بچه نمیفهمه ها صبره حالا بس این هوی که بچه خطو قفا بسته که همینجا محکم نشه بچه قفا بسته اسم قفا بسته التماس آستا بچه ملا پرده ایست بس قفا بس آروسو بگذار خاک پرتاوی تقصیر ایتا بیا خوصو نره اوسو بر همین 5 تا پرتا بچه بگذار شما نکنه که شما کمان میگم میگرم با شما نکنه نه همون چی مالا همون دفعی هم یا پرتایه بچه بسته خفاتا بسته شما رو در بالا مونان سخن این ایست پترانک حاجی ایست پترانک کنه اون ده به درون شما نزنید
من کلبره خودش تو کدام نگیرم من خبر داری گفتم یه خبر داره بلند حاجمون امورا چی میگه آیا میگه بلند نه برای اینجا بر نمیشه ملا پرداخت 6 تا قفا بشه من دور بامه دور نشه کمان رنگ میاد دور اینجا گرمه چی منارت من لازم بخوام خوب او چیمور دیگه نپرسه ای چیمورمونه بالا میمونه مستحکم میآید بس من قدیم کشش خوکای بچه ولی که یوشن بالا خوب تو دا پرزنده ندارم هفته پرتا دور بیست که بود دیگری پرتا هم مرد رسه دورمون از دور بلند شید پسته یا میده بلند پسته پستی بادا باز اینجا پتا او گل پتا برای پایان داد پتا است که الصلاة والسلام على شیشتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا برادران عزیز همه یک جای دعا کنید که یک در از در دنیا برای حضرت ایشان معصوم بستیم. خدا در از در جنت برایش باز کنه که تا روز قیامت را هیچ بند نشود. قبرش که تاریک کردیم خداوند چراغ از جنت در قبرش بیاره که قبرش تا به روز قیامت را روشن پرنور باشد. برادران عزیز همه انسان در این دنیا زندگی میکنه عمر به سر میبره حیات چه به پایان میرسانه مقصد اساسی انمیجه را آباد کردن است. حضرت عثمان رضی الله عنه روز گریه کردن حضرت در بالای قبر گفتن چرا قدر گریه میکنی؟ در حالت صحبت‌های پیامبر دیده بودیم، در حالت صحبت‌های حضرت ابوبکر و عمر دیده بودیم، این گریه ندیده بودیم. حضرت در جواب گفت که این اولین منزل آخرت است. اگر همین منزل آخرت آباد شود باقی آخرت انسان همش آباد می شود. خدای عزیز مهربان انشاءالله به نور علم و معرفت حضرت قبرش پر نور می شود و قبرش آباد است و قبرش قبرهای سعدا و خوشبختا است. لیکن بازم دعا میکنیم که خداوند همه عوف و رحمت را، همه عزت و سربلندی را در قبرش بریزانه و قبرش خداوند باغ از باغهای جنت بگردانه و اون علم و اون تعلیم و تربیه که برای فرزندهای مسلمان ها داد خدای عزیز مهربان اون علم و معرفتش را انیس قبرش بگردانه. قالین و کورپچه و تکسری قبرش خدا بگردانه. انیس همنشین روشنی قبرش خدا بگردانه. از جمله شخصیت های بود که بسیار زیاد از دست این حضرت شاگردها و انسانهای خوب به این ملت و به این خاک و سرزمین خدمت کردن. از جمله پدر ما در سین خردسالگیش 10 سالگی و 8 سالگیش در خانه حضرت تعلیم می گرفتن، از دست این حضرت علم گرفتن و خدمت برای مردم رساندن و اون از دنیا سفر کردن. نگاه کنیم برادران عزیز که همه از دنیا میگذره لیکن نام نیکش باقی میمونه. زنده و جاوید مان هر کی نکو نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. دیگر نامه اعمال ما و شما را اگر ببندن نامه اعمال ایشان معصوم نمیبندن، بلکه تا روز آخرت را اون نامه اعمالش کشاده است و اجر ثواب در نامه اعمالش میروه. برای چی؟ برای که در دنیا امانت خدا به دوشش داشت که داد که علم او وظیفه عالمی و اهل علمش اجرا کرده بجا آورد. نگاه کنیم که اینجا اکای داملا حق نظر شاگردی ایشان معصوم هستند. ایشان داملا
اسرارالدین هم فرزند این خاندانند، هم شاگرد این خاندان، شاگرد ایشان معصومند. اکای دام هر نظر گفتن که اکای ملا اسرارالدین یک صحبت بتیه تا که از در فضل اهلای علم و در فضل مثلا ایشان معصوم چیزی بگن، ایشان داملا یک چند صحبت میکنه، همه یک جای گوش میکنه. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادان من و پیران ما و گذشتهانی و آن کسانی که در اینجا حضور دارند و برادران عزیز و گرامی قدر و فرزندان نهایت عزیز و محترم، برادران عزیز، دادر مایشانی مدثر جان بسیار برای شما برای عبرت قبر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نقل کردند که برای بدان صد سخن گفتن، بدانا یک اشارت بس. برای انسانی به عقل صد سخن میگویند، لیکن انسانی به عقل یک اشارت، یک نصیحت بس است. برادران عزیز، حضرت ایشان معصوم و همگان معلوم است که پدر همه ما و شما، استاد همه ما و شما، مربی و مؤدب و بهترین شخصیت ما و شما بودند. هم استاد و هم پیر و هم رهبر برای همه ما و شما برادران عزیز بودند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: خیارکم من تعلم العلم و علمه. رسول اکرم علیه السلام فرمودند بهترین شما کسی است که تعلیم بگیرد علم را و تعلیم بدهد علم را. برادران عزیز، حضرت معصوم استاد بزرگوار از جمله شخصیت های بود که هم اهل علم بود و تا آخر نفس تعلیم و تربیه و نصیحت خود را یعنی ادامه داد تا از آن که نفس آخرینش تمام شد. برادران عزیز، و در کتاب بسیار نصیحت میکرد که برادر بسیار کتاب بخوانه، فقط رو به کتاب بیاره. و در اشعاراش و شعرهاش برای توصیف کتاب بسیار میگوید. در یک شعرش میگوید: برادران عزیز که با کتاب بنشین دم مستی مکن هوشیار شو. آن کتاب، کدام کتاب را استاد در نظر داشت؟ انا برادران عزیز، قرآن کریم را. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیارکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن بخواند و به دیگران قرآن را بیاموزد. با کتاب بنشین دم مستی مکن هوشیار شو. هر دم از خوابی گران ای بخبر بیدار شو. خوابی گران برادران خواب سحری است. گردن شیطان را بشکنید و سحری نماز بامداد در نماز جماعت خود را حاضر کنید. چونکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: این فی الجماعت رحمتا. واقعا در گزاریدن نماز جماعت رحمت الهی است. ببینید که برادران عزیز، وقتی که یک جماعه که یک جنازه بزرگ و شکوهی که ما و شما انجام دادیم، چندقدر قابل عبرت و چندقدر رحمت و چندین علماهای بزرگ و چندین نابغه ها و وارثان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کردیم. برادران عزیز، در کتاب حضرت امام غزالی رحمت الله علیه، در کتاب احیاء علوم الدین میگوید، یک حدیث را میارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: جلوسک عند العالم خیر من عبادتک. نشستن شما برادران گوش فرا کنید با ادب خیلی باش کنید. برادران حدیث میخونیم انشاءالله تعالی. نشستن تو در نزد یک عالم، بهره بردن تو از عبادت یک ساله نافله بهتر است. برادران عزیز، یک چیز گفتنی هستم که با کتاب میگوید حضرت معصوم که با کتاب بنشین دم مستی نکن هوشیار شو. هر دم از خوابی گران ای بخبر بیدار شو. مونسی تنهایی در هر زمان باشد کتاب،
با کتاب چشم کشا و نخله پربار شو. عمری جاوید گردی خواهی در گلستان کتاب، خط کن نامی نکو و چون گل گلزار شو. لیک زرد عمری شریف باری دیگر ناید بکف، یک دم هست زندگی پیش کتاب بسیار شو. خان علم و حکمت و دنیا و عقباش و کتاب، خان علم و حکمت و خدمت دنیا و عقباش و کتاب، با کتاب قاری نشین و صاحب انوار شو. با قرآن خواندن، با کتاب خواندن، با طالب علم شدن، با ملابشت بودن انسان صاحب انوار می شود، صاحب نور می شود. برادران عزیز، اکنون برادران عزیز من سخن را به پایان می رسانم، چون که سخن طولانی در نزد بزرگان از روی آداب نیست. اما در آخران یک چیز برادران و فرزندان عزیز و پسران و فرزندان برای شما توصیه میکنم که حضرت ایشان معصوم امروز از دنیا رفت و آثار بزرگی او از کتابها و تصنیفات و تألیفات او و نام نکوی او و شاگردان او و اولاد صالح او باقی ماند. فقط برادران عزیز و معزز از شما ملتمس آن دارم که بیگهی رفته 2 رکعت نماز حول گور برای ایشان معصوم بخوانید، گرچنده که عمر خیش را صرف راه علم و معرفت و فرزندان ما و شما کرد، گرچنده جان خود را برای ما و شما فدا کرد، فقط در فکر ذکر خواندن و نوشتن بود و سالهای اخیر بسیار غمگین بود که حال فرزندان ما چه میشده باشد. گفتم حضرت انشاءالله غم نخور، یک روز خدا با حکمت و صدق و صفا در این بهشت زیر پا یک شاهی مردان میرسد. یک روز می شود انشاءالله که باز همان تعلیم تربیه انشاءالله با عملی می شود، با انشاءالله این ابر یک ابری از خدا خواهد انشاءالله گذران است. فقط برادران عزیز همین را میگویم که امروز حضرت معصوم گذشت، فقط از شما دعا در حقشان دعا کنید برادران عزیز و یادش کنید که استاد بسیار مهربان بود. برادران عزیز، آخران این که بقیه اینجا که نابغه ها و استادان و پیران بزرگواره که در پیش نظر ما و شما خداوند اینها را جلوه جمال خیش در دنیا قرار داده است. خداوند جل جلاله عالمان را جلوه جمال خیش در جهان قرار می‌دهد که مردم از اولیاء، از علماء، از بزرگان، از استادان، از اهل نور همیشه ببینن، عبرت بگیرن، پند بگیرن، انسان آدم شوند. بنابر همین بقیه ها را برادران عزیز عزت، احترام، اکرام کنیم. انشاءالله که بمانندی ابری که در بالای مثلا که در فصل بهاران در بالای مثلا سبززاران میریزد، سبز میشوه، همه سبز خورن. انشاءالله با دعای بزرگان و خدمت ایشان انشاءالله ما و شما به جای خواهیم رسید. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. صحبت‌های خوب کردن، خیلی برادران عزیز بزرگان نشستند. در آخر همین را گفتنی هستم که ایشان معصوم یک صفت عجیب داشتی، در هر یک معرکه میشیش یک مسئله شرعی یا دو، کم از کم 1-2-3 مسئله شرعی میگو. این هم دلالت به بزرگی همین حضرت میکنه که نگاه کن حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که یک انسان یک مسئله فقهی حلال حرام و ادای نماز و عبادت به یک کس تعلیم بتیه، در میزان اعمال بهتر از 1000 رکعت نماز نافله. این قدر فایده داره. حضرت بسیار صفت خوب داشتن که هر جا میشیشتن یک مسئله، 2 مسئله، 3 مسئله را بیان میکردن. این هم دلالت به خوبیشون میکنه. این نوستشون همین جای، همین نوستشون سوره تبارک میخونند، حضرت ها و دعا میکنند، بعد رخصت عام میشه انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا كفرون أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بارا اله آیه های مبارکه به درگاهت قبول فرمایید. همچنانه که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید که سوره تبارک شفاعت است. خدایا این شفاعت در حق ایشان معصوم از طرف ما قبول فرمایید. خدایا با این شفاعت این آیه مبارک این سوره مبارک قبرش پر نور بگردانی. خدایا قبرش یک باغی از باغهای جنت بگردانی. با برکت این سوره تبارک این حال وقت سؤال نکیر منکر خدایا میپرسنش که بنده خدا گفته را نصیبش کنی. خدایا وقتی میپرسش که امتی کی امتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفته را نصیبش کنی. خدایا وقتی میپرسنش که در کدام دینی در دین اسلام گفته را خدا نصیب و روزش بگردانی. خدایا همه ترس هراس و مشکلات قبرش برداشته و به فضل کرمت انیس همنشین عملهای صالح شو و با این سوره تبارک خدا در قبرش انیس همنشینش بگردانی. خدایا این بزرگ ما از بین رفت. خدایا در بدل ای از فرزندهاش از قشلاقیاش از ایشانها و ایشانزادهاش یک فرزند دیگر مثل این عالم و با تقوا و اهل علم و اهل معرفتش بگردانید. خدایا همه ما را که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که نماز جنازه را بخوانه و به سر قبر بیا دو قرات عظیم مثل کوه بزرگ اجر ثواب خدا بر ما را نصیب کنه. خدایا با برکت این گفته ها همه تنجی و امانی خوشی و خرسندی را شامل حال ما بگردان. از همه کجی ها از همه مستی ها و دیوانگی ها خدایا ما را نگهبان باشه. در جاده شریعت خدا ما را استوار بداره برحمتک یا شما ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. خدای کریم آیان برکت به درگاه قبول فرمای عالم به روح رهبر بزرگ محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و به روح تمام مؤمن و مسلمان خصوصا به تمام اونهایی که در این قبرستان خوابند به ارواحشون برسانی. هر مشکلات در قبرشان باشه به طور ابد برداشته و خدا قبرهاشان باغی از باغهای جنت کنه. شما ده بچه‌ها شما ده یا بچه ها در همونجا آفات های همونجا فهمیده همون منفوره باید حاجی خون والقرآن الحكيم على صراط مستقيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولا أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نخلق الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين نضرب لهم
مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في الأول كلامنا اللهم صل على محمد في الأوسط كلامنا اللهم صل على محمد في الآخر كلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.